شما باور به الله متعال بکنید، امیال مردمی پیدا میشه که صدها طلاق به زن خود داده، لیکن امیال زنش است، اولاد است پیش پیدا شده میاد، احکام الله را نمیفهم. یک مردکه پیش میاد، بعد از اینکه سیاستش ترجمه را شنیده، پس رفت برش گفت که اون مردکه تو 70 مرتبه من از 70 کرده زیاد طلاق دادی، بس زنی هست میخواد زنا، تو برو یک دفعه پیش مولوی سه، من دیگه امروز تو زندگی ندارم، جهنم خوش ندارم، اولاد ترک میکنم خو جهنم خوش ندارم. مردکه آمد برای من میگه که مولوی سه طلاق چی رقم است؟ من کمی تشریح دادم، گفت من خود زن خود زیاد طلاق داده. اون چقدر طلاق دادی؟ در کدام موارد؟ گفت اوقات مختلف. کمی قارم آمد طلاق داده. خب گفتم ولی هم زنی است، گفت اولادایم پیدا شده. من گفتم برادرم حکم شریعتی نمیست، گریان شروع کرد. تو گریان میکرد؟ من گفتم برادر مسلمانم این احکام الله است. شاید تو بگویی که کی خبر داره؟ ترکوش خانه بند است، هیچ کس آگاه نداره. اگه 100 طلاق دادن، اگه 50 طلاق دادن، الله خبر داره. تو سری احکام الله ریشخندی کردی، احکام الله را مورد استهزاء قرار دادی، تو برش اعتنا نمیکنی. مسلمانی تنابهی نیست که الله اکبر در مسجد برم نماز بخونم. اسلام در هر گوشی زندگیت حاکمیت داره، باید برش تسلیم باش.